است. همچین چیزی نظرتون چیه؟ نکنی بهتره. سهراب هر پیشنهادی که بهش دادم راحت قبول کرده. آخرین آهنگو گفتش که نباید بکشم خیلی نوتو درست هم دیگه ایشون. بعد میتونی تا اونجا که آره آفرین. آقای آذر انقدر با ایشون صحبت کردم دیگه لهجه آبادانی گرفتم یه مقدار. دمت گرم. مخلص آبادانی عزیز و همچنین همشهریای گلم اپریای عزیز مخلص. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرونه هجرت اوج صدا از فراز شاخه آبی ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تأمین بی تو باید مرد و پژمرد زیر خاک باغچه پوستی اصلی که من با تمام شد اصل سبز خواهش باد اصلی که ما بی تو من شد اصل خاک سریع بی تو باید بی تو باید تا نفس دارم ببارم من برای گریه کردن شونه ها تو کم میارم بغض تو با حقه من با شکستن آشنا شکستن بی صدا بود هر صدایی که صدا نیست هر صدایی که صدا نیست. قربونتون برم. مرسی. رضا جان. سهراب جان شما خواننده خوبی هستین. شهرام جان هم خیلی تنظیم کننده و پرودیوسر خوبی هستن. هرچند من به نظرم این زیاد چیز مناسبی نبود. زیاد تنظیم زیاد به نظر من یه نقد علمی اگه بکنم این بود که اون کسی که داره ودا میکنه با معشوقش محتوای شعره و این نوع تنظیم از پایه شاید که اصلا اون غم رو نمیرسون. ولی شما اجرای قوی کردین و امیدوارم که طرفداراتون بهتون رای بدن. بابک جان. سهراب جان خیلی زیبا می‌کنی واقعا. به نظر من هنجره مثل یه اثر هنری میمونه. شما اینقدری که روش کار کردی کاملا مشخصه. شما خیلی خیلی وقتتو گذاشتی و کاملا مشخصه که زحمت کشیدی برای کارت. واقعا آفرین. یکی از مهرهای خیلی قوی برنامه است. مرسی. حامد عزیز. سهراب عزیز دیگه انقدر زیبا اجرا میکنی شما، من هرچی بگم به نظر تکرار مکرراته. بسیار عالی هستی، بسیار پرتکنیکی و توانمند و لایق این هستی که این مورد تشویق خیلی قرار بگیری و امیدوارم درس پس میدیم چه شهرام جان. سهراب جان خیلی قشنگ بودی، آفرین، زنده باد. یعنی که ما زیاد تلفنی با هم صحبت کردیم، میگفتم که اینجاش اونجوری اینجاش، ولی خیلی قشنگ اجرا کردی، آفرین. امیدوارم که بیا بالا. مرسی. زنده باد. به لطف شما. خواهش می‌کنم. ما فردا شب همینجا روی همین صحنه با 2 شرکت کننده خداحافظی می‌کنیم. اگر دوست دارید سهراب رو در هفته آینده هم داشته باشید با شماره تلفنی که روی صفحه می‌بینید تماس بگیرید و ازش حمایت کنید. راه دوم اپ اندروید من و توئه که در اختیار شماست تا برای رای دادن از اون، یا وبسایت من و تو هم هست. میشه 3 تا گزینه مختلف. هشتگ من و تو استیج چیه؟ پل ارتباطی ما با شما. دیگه حفظ شدیم چند وقته. از برنامه رفتم بچه‌ها گفتم من بعضی وقتا ممکنه غافلگیرتون کنم ولی همه دارن خوب جواب میدن. حالا برای من خیلی نوشتن که شما نمیخندی. من آره موقع خوندم واقعا میرم توی شعر و
میام بیرون. اینجوری خیلی صادقانه بگم. خوب خیلی مرد شوخی هم به منم گفتن یه شوخی با رها بکن. از صبح چالش این بود که چیکار کنم، چه شوخی من چه شوخی می‌خوام بکنم بغل ما با هم آره بچه‌ها اینجا اصلا یه حالت دوستانه پیدا کردیم 16 نفرشون نمیخوایم خداحافظی کنیم با هیچ کدوم ولی مجبوریم پس حتما در رأی‌گیری شرکت کنید تا ببینیم 14 نفری که هفته آینده شرکت می‌کنن کیا هستن. به افتخار سهراب. مرسی. سهراب.